سلام، من فرانک هستم و امروز میخوام توی این ویدیو باهاتون راجع به احساسات صحبت کنم. حتما همه ماها توی گذشتمون، توی بچگیمون یه دونه خاطره بد داشتیم. حالا من دارم میگم یه دونه، واسه اینکه یکی نیاد بگه که من نداشتم. خب پس ما هممون یه دونه به بالا خاطره های بد داشتیم. این خاطرات یک سری احساسات اولیه که ما بهشون به عنوان یک کودک نیازمند بودیم رو از ما گرفتن. حتی اون کسایی که میگن من خیلی آدم منطقی هستم، یه روز به احساسشون آسیب رسیده که تصمیم گرفتن آدم منطقی باشن، وگرنه حتما همتون میدونین که احساسات چقدر مهم هستن. ذات انسان عاشق اینه که احساسهای خوب رو تجربه بکنه. اگر ذهن منطقی یا احساسی داری، هر مدلی که هستی انسانی و یک کودکی رو تجربه کردی، یک دوران کودکی رو داشتی، با من همراه بمون. چیزایی رو میخوام بهت بگم که یک کلیدایی رو میندازه توی قفل و بازشون میکنه. هر کودکی در دوران کودکیش چند تا نیاز اولیه و اصلی داره که خیلی 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 مهم هستن. حالا این احساسات چیا هستن و چرا مهمن؟ دلیل اصلی این که الان داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم اینه که ما هممون یه روزی بچه بودیم. این که الان ما یک سری مسائل و مشکلات و معضلاتی رو در زندگیمون داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم و میگذرونیم و یا گذروندیم، همش و همه 100% خاطر گذشتمونه. حالا اگه تو میخوای بگی که نه من گذشتم فراموش کردم، نه من گذشتم بخشیدم، من فلان آدما رو بخشیدم، اگه میخوای مطمئن بشی که واقعا این چیزی که داری میگی چقدر درسته، یه نگاه به زندگی الانت بنداز. خیلی ساده است. زندگی الانت آیا واقعا همون چیزی هست که تو میخواستی داشته باشی؟ چقدر فاصله هستش بین این زندگی که الان داری و اون زندگی که تو ذهنت بود؟ اصلا گذشته یعنی چی؟ گذشته یعنی بار احساسی که از گذشته به جا مونده، گذشته که ارزش خاصی نداره. اون احساسات و اون تأثیراتی که اون گذشته و اون احساساتی که از گذشته باقی مونده، اوناست که مهمه. خب حالا لازمه بدونیم که ما هممون در دوران کودکی یک سری نیازهای احساسی داشتیم که کاملا مبرم باید در ما به وجود می اومده. چرا؟ چون اون موقع ما فقط یه موجود بودیم، هیچی نبودیم. نه خوب و بد میشناختیم، نه قدرت ارزیابی داشتیم، نه اصلا تجربه‌ای داشتیم، نه هیچی. همه ما میدونیم که پدر مادرامون واقعا 100% خودشونو گذاشتن هر چی که بوده، ولی خب ما باید این احساسا رو از پدر مادرمون میگرفتیم. مثل همین الان که ما واقعا به خیلی چیزا آگاه و واقف نیستیم و وقتی متوجه میشیم که مثلا کاش زودتر میتونستم اینو متوجه شم، خیلی تو زندگی میتونست تاثیرات بهتری بذاره. پدر مادر ما اون موقع آگاه نبودن، پس قطعا پدر مادر ما 100% شاید نتونستن عشق واقعی و درونی رو به ما بدن، خصوصا افرادی که پدر مادرشون در اون بازه زمانی 0 تا 7 سالگیشون مثلا از یه نظرهای مشکلات داشتن. ممکن از نظر مالی مشکل داشتن، ممکن از نظر عاطفی و روابط با خانواده همسر مشکل داشتن و تحت فشار و یه سری اضطراب‌هایی بودن که نمیتونستن 100% خودشون رو تو زندگی کنترل بکنن و این باعث میشده که این فشارها و اضطراب‌ها به کودک منتقل بشه و یا حتی اگر منتقلم نشه که اصلا نمیشه همچین چیزی، نمیتونه 100% عشق خودش رو به بچه انتقال بده. حالا میخوام این نیازهای اساسی و اولیه رو بگم. چند تا نیاز کوچیک بسیار بسیار مهم. اصلا کاری نداشته باش تو الان آدم منطقی هستی، آدم احساسی هستی، هرچی ولش کن، ببوس بذار کنار. ما تو کودکی لازم داشتیم این احساسا رو بگیریم. الان میخوام اون احساسا رو بهت بگم. اولین و مهمترینشون احساس عشق و محبته. واقعا چقدر ما اون عشق و محبت با تمام وجودی رو از پدر مادرمون گرفتیم. احساس بعدی احساس تایید شدنه. یعنی اینکه مثلا تو دوچرخه سواری یاد میگیری و قطعا پدر مادر رو باید تشویقت کنن، میگن آفرین مثلا بچه خوب، ببین چقدر قشنگه، ببین چقدر خوبه. این یعنی تایید شدن. ولی حالا بعضی از پدر مادرها هستن ممکنه که اصلا هیچ ریاکشنی به کاری که بچه‌هاشون انجام میداده نکرده باشن. ممکنه تعداد بچه‌ها زیاد بوده باشه، اصلا براشون مهم نبوده باشه. همین الان هم ممکنه این اتفاق افتاده باشه. الان به دلیل شرایط سخت اجتماعی و فشارهایی که روی پدر مادرها هست، ممکنه که ناخواسته پدر مادرها غافل بشن از اتفاقاتی که توی رشد بچه داره میفته. احساس بعدی پذیرفته شدنه. ببین تایید شدن با پذیرفته شدن فرق داره. تایید شدن رو بهت گفتم، حالا میخوام پذیرفته شدن رو بگم. پذیرفته شدن یعنی هر آن چیزی که من هستم. یعنی من اگه بچه شیطونی هستم، اگه بچه خوبی هستم، اگه بچه ساکتی هستم، اگه بچه پرهیجانی هستم، هر آن چیزی که من هستم، یا حتی امنیت ارتباط. خیلی از پدر مادرها هنوز هم عادت دارن که
میگم ببین اگه اون غذا تو بریزی زمین دیگه دوستت ندارم. خب این چه وضعشه؟ یعنی چی؟ اون بچه به جز تو کسی رو نداره. تو به خاطر یه غذا ریختن روی زمین یا غذا نخوردن یا مثلا چه میدونم یه کار که مثلا درست نیستش، تو داری امنیت ارتباط تو باهاش که همه زندگیش همه دنیاش میریزی به هم. خب اون بچه فکر میکنه که خب من اگه مثلا این کارو بکنم دیگه واقعا باورش میشه، بچه هست دیگه، بزرگسال که نیستش، مثل ما تجربه نداره که بدونه ما داریم مثلا اغراق میکنیم. پس باید حواسمون باشه که به چه جملاتی شنیدیم. من دارم میگم اینا رو که بتونی خودت با کودکی خودت، با دوران کودکی خودت و اون چیزی که پدر مادرت برات انجام دادن و صداشون هم گذاشتن بتونی مقایسه کنی، ببینی که واقعا چقدر اون احساسات اولیه و نیازهای اولیه رو دریافت کردی. پس باید دقیقاً خیالمون راحت میبوده در کودکی که ما اگه هر کاری هم میکردیم پدر مادرمون دوستمون داشتن. احساس بعدی که باز به اندازه قبلی ها خیلی مهمه، احساس امنیت داشتنه. یعنی اینکه از نظر فیزیکی و از نظر عاطفی شما بتونی امنیت خودت رو احساس بکنی. یه مثال میزنم از زندگی خودم براتون. مثلا ما یه جایی زندگی میکردیم که حموم و دستشوییش با هم یکی بود. بابا اومده بود یه درپوشی تعبیه کرده بود واسه این دستشویی که وقتی مثلا کسی میخواد بره حموم این دستشویی کاملا پوشیده باشه. اون درپوش آهنی بود. خب قدیم بودش دیگه، مثلا مدرن که نبود همه چی. بعد من خیلی از اون درپوشه میترسیدم. یعنی اون درپوشه انقدر سفت و سنگین بودش که اصلا من که خودم تنهایی نمیتونستم جابجاش بکنم و اینکه فکر میکردم که اون سنگینی و ابهت اون باعث میشد که من فکر کنم که الان اون زیر چقدر مثلا وحشتناکه و من اصلا کلا از دستشویی رفتن میترسیدم. این باعث شده بود که امنیت من زیر سوال بره. ببین الان برای ما که بزرگسالیم این مسئله واقعا خنده داره. الان بخوای راجعش حرف بزنی هر میخندیم و خودم همینم وقتی میخوام توضیحش بدم. ولی اون موقع ما بچه بودیم، همه چیمون کوچیک بوده، دیدمون کوچیک بوده، محدود بوده. پس بنابراین وقتی که ما یه چیز کوچولو باعث میشده که بترسیم، احساس کنیم که امنیتمون رو داریم از دست میدیم، این بزرگترین ضعفی بودی که در ما اون موقع به وجود اومده و با ما تا همین الان تا همین لحظه هستش، تا موقعی که بعداً پیداش بکنی و بری روش کار بکنی و از بین ببریش. تا موقعی که نری روش کار نکنی مطمئن باش باهات هست 100%. اصلا هم کاری نداریم تو آدم منطقی هستی یا آدم احساسی هستی، هست 100%. خیالت راحت. احساس بعدی احساس کافی بودنه. یعنی که اگه من مثلا رفتم یه نقاشی کشیدم، مامانم کشیدم، بابامو کشیدم، خودم هم کشیدم، 2 تا چوب خط کشیدم، یه دایره گذاشتم، گفتم این مثلا مامانمه. بعد مثلا بقیه، حالا مامانم، بابام یا هر کسی که نقاشی منو ببینه، مخصوصا خیلی مهمه پدر مادر چه نظری بدن. اولین بار که پدر مادر این نقاشی رو میبینن هر بهت بخندن، میگن این چیه کشیدی، هار این منم، هار میخنده. خب این یعنی چی؟ تو داری به بچه میگی بابا اینی که الان انجام دادی این کافی نیست. هم تاییدش نکردی، هم کافی نبودن رو بهش القا کردی و این باعث میشه که در بزرگسالی واقعا اتفاقات فجیعی توی زندگی تجربه بکنه اون فرد. احساس ارزشمندی احساس دیگه‌ای هستش که باید حتما توی کودکی ما اینو گرفته باشیم. ببین من در طی این ویدیو تلاش کردم که با مثالای کوچیک و ظریف تو رو متوجه بکنم که این احساسهایی که بعد از پدر مادرت میگرفتی و واقعا چقدر گرفتی. فقط بدون، فعلا فقط بدون و بعد با این احساسها کار داریم. البته این چیزام بگم لازم نیست الان بری بشینی های گریه کنی بگی آی من این احساسو نداشتم. نه اصلا لازم نیست از این کارو بکنی. فعلا با من باش، حواست به من باشه، این ویدیو رو چند بار ببین، حتی اگر دوست داری مرحله به مرحله بتونی احساساتتو بشناسی و یه کارایی براشون انجام بدی، این باشه که این احساسایی که گفتم رو روی کاغذ بنویس و از یک تا 10 بهشون عدد بده. مثلا من اگه چشممو ببندم فکر می‌کنم مثلا 7 تا احساس دوست داشته شدن رو گرفتم، یا نه اصلا 2 تا گرفتم. فقط فعلا بنویس، بهش کار نداشته باش. خیلی میتونی راحت تر از اون چیزی که فکرشو بکنی اینا رو بفهمی که چی به چیه، باگاشون رو پیدا بکنی، درستشون بکنی با تکنیکای بسیار راحت ولی به شدت تاثیرگذار میتونی درستشون بکنی و کلا آروم آروم زندگی تو از این رو به اون رو بکنی. بهت قول میدم. خیلی خوشحالم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. تو ویدیوهای بعدی در ادامه این ویدیو بازم چیزایی رو بهت بگم که نمیدونی چی کار میکنه تو زندگیت. واقعا زندگی رو از این رو به این رو میکنه. آره همین.